ترکیب کیک شکلاتی با مغزی شکلات و تاپینگ نارگیلی میتونم بگم معرکه است. یعنی مستقیم از بهشت اومده. اینقدر این کیک خوش بافته که واقعا نتونستم ازش بگذرم. برای درست کردن این کیک فوق‌العاده خوش بافت و خوشمزه باید اول بیس شکلاتیشو آماده کنیم. تخم مرغ رو به همراه شکر و وانیل 2-3 دقیقه با دور تند همزن بزنید تا روشن بشه. دورگیری رو حتما انجام بدین. روغن رو اضافه کنید و یه دور هم بزنید. حالا شیر نارگیل رو اضافه کنید. میتونید شیر ساده هم بریزید ولی من شیر نارگیل رو ترجیح دادم چون خوشمزه تر میشه. هم بزنید. آرد، پودر کاکائو، بیکینگ پودر روی مایع علک کنید و آروم هم بزنید و یک بارم برای یک دست شدنش با دور کند همزن مخلوط کنید و بذارید که تاپینگ نارگیل درست کنیم. سفیدهای تخم مرغ دمای محیط رو با نارگیل پرچرب و پودر قند مخلوط کنید. روغنی که داغ هست اما جوشیده نیسته 2 مرحله اضافه کنید و با همزن هم بزنید. وانیل رو هم بریزید و مخلوط کنید تا در نهایت یک مایع تقریبا روون به دست بیاد. تو قالب پای به اندازه 1/3 مایع شکلاتی بریزین، مغزی شکلات بزنین و روشو با تاپینگ نارگیل یه لایه پر کنید. تو فر گرم شده به مدت 35 تا 40 دقیقه بپزین و بعد از اینکه از فر درآوردین رومال عسل یا شربت بار بزنید که من عسل زدم و با پودر نارگیل و پودر پسته تزیین کنید و کنار عزیزانتون نوش جون کنید.